اسقر من کی به زمان آمده، اسقر من کی به زمان آمده. عطیه بوی کربلا می آید، انگار صدای حسین را می شنوم، انگار فریاد زنان و کودکان را می بینم. ای جابر، رسیدیم، اینجا کربلاست. آه کربلا 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 کربلا، چه بدنهایی در خود دفن کردی کربلا، چه سرهایی در آغوش تو جدا شدند. عطیه، مرا به قبر حسین میبری تا که آن را لمس کنم؟ حسین من کجاست؟ حسین جانم، حسین جان. آرام باش. یا حسین، یا حسین، حبیب الله یجیب حبیبه. آیا دوست جواب دوستش را نمیدهد؟ اما چگونه جواب دهی؟ چگونه جواب دهی وقتی میان سر و بدنت جدایی افتاده است؟ من گواهی میدهم، من گواهی میدهم تو فرزند بهترین پیامبران و سرور مؤمنانی. آرام باش، آرام باش ای جابر، آرام باش، آرام باش. چگونه آرام باشم؟ چگونه آرام باشم وقتی جگرگوشه فاطمه با لب تشنه در خون غلتید؟ عطیه، میدانی ما اولین زائرای کربلا هستیم. زیارتی را در این روز 40 به تو خواهم آموخت، پس با من خوب در این زیارت همراهی کن. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام على خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام على صفی الله و السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام على الحسين المظلوم الشهيد.
حسین جان، من جابر ابن عبدالله انصاری گواهی میدهم شما نماز را به پا داشتید، زکات را ادا کردید، امر به معروف و نهی از منکر انجام دادید و با منحرفان و ملحدان جنگیدید. سوگند به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به راستی فرستاد، ما با شما در آنچه بدان وارد شدید شریک بودیم، والله شریک بود. ما چگونه در جهاد و پیکار شهیدان کربلا شرکت داریم؟ ما که در فراز و نشیب همراه آنها نبودیم و شمشیر نکشیدیم، ولی این شهیدان جانبازی کردند به گونه ای که سرهایشان از بدنشان جدا شد و فرزندانشان یتیم و زنانشان بیوه گشتند. عطیه بیا بنشین تا برایت بگویم. بیا. از حبیب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می گفت هر کس قومی را دوست بدارد با آنها محشور می شود و هر کس عمل قومی را دوست بدارد در آن عمل با آنها شریک است. سوگند به خداوندی که رسول خود محمد صلی الله علیه و آله را به راستی فرستاد، نیت من هم همان نیت امام حسین علیه السلام و اصحاب اوست، نیتی که بر اساس آن به شهادت رسیدند. ای جابر، مگر چه بر سر امت رسول خدا آمد که توانستند چنین جنایتی را در حق اهل بیت نبوت انجام بدهند؟ این ظلم و کینه چگونه آغاز شد که به کودک 6 ماهه حسین هم رحم نکردند؟ عطیه، سؤالی پرسیدی که جگرم را سوزاند. میدانی من از یاران رسول خدا بودم و توفیق حضور در خانه اهل بیت نبوت را داشتم. بگذار از ظلم تاریخ برایت بگویم عطیه، این آتش کینه از زمان پیغمبر آغاز شد. آخر فضیلت اهل بیت بر قلبهای افراد آتش کینه ای برپا کرد. و چه آتشی. برایم از این فضیلت بگو ای جابر. من حدیثی از خود بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیدم که شبی در آسمان ها و در میان فرشتگان غوغایی برپا بود. چه غوغا!